درود بیننده گرامی، اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. همراهتان. توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 28 ایول. پرونده جنایی علیه یک گروه بانکداران اگرو اینوست بانک. آژانسی مبارزه با کروپسه میگوید آنها 391 میلیون سومانی را غیر قانونی به مشتریان قرض دادند. درختان سوزنبرگ را نبرید. گروهی از ساکنان شهر ترسونزاده به حمایت از درختان سوزنبرگ کهنسال برخواستند که مالک نو میخواهد آنها را ریشه‌کن کند. خانه میسازیم گفته. با چی همون 60 درخت 3000 سومانی به خریدگی بوده، از کویتانسی او دیدیم. کدام دولت پیشتر؟ رقابت بی سابقه کشورهای ابرقدرت جهان در کشف و تولید واکسن ضد کرونا ویروس. واکسن یگانه راه ممکن است که ما را به حیات معمولی برگرداند تا زندگیمان را با ویروس مطابق کنیم و اقتصادمان آسیب نبیند و آدمان را از هم جدا نکند. آژانسی مبارزه با کروپسه تاجیکستان بر ضد یک گروه از مسئولان اگرو اینوست بانک پرونده جنایی گشوده است. مسئولان این نهاد امروز در نشست خبری در دوشنبه در این باره اطلاع دادند. مقامات این افراد را به قانون شکنی هنگام دادن 391 میلیون سومانی قرضها متهم میکنند. نام و نسب عیبدار شونده ها را آشکار نکردند و معلوم نیست خود آنها در این رابطه چی نظر دارند. افسانه اکوبرشویوا گزارش میدهد. در این نشست خبری دایر به کار و وضع اگرو اینوست بانک، یکی از بانک‌های یک زمان عظیم تاجیکستان صحبت کردند که حال خوبی ندارد. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی مبارزه با کروپسیا گفت چندی از آنهایی را که سبب چنین وضع شدند به جوابگری جنایی کشیدند. در سال اول سال 2020 اساساً پرونده‌های جنایتی وابسته به بانکی اگرو اینوست بانک میباشد. همین پرونده‌ها مورد تفتیش پیشکی قرار دارند. این زمان چی جنایتی که آشکار شده است وابسته به بانک همش اگرو اینوست بانک. اما نام و نسب هیچ یکی از مقامات بلندپایه اگرو اینوست بانک را نگفتند و شرح ندادند که بر ضد چند نفر پرونده باز کردند. نسبت شخص‌های منصبدار بانک، نسبت شخص‌های منصبدار شرکت‌هایی که قرض گرفتند و اینجا شماره خیلی زیادند. همین خاطر این زمان تفتیشات پیشکی ادامه دارد با این پرونده جنایتی. بعضی معلوماتی هستند که سری تفتیشاتی را تشکیل میدن. همین خاطر با جنبش شدن تفتیشات پیشکی ما در سایت اجنسی و شما معلومات پیشنهاد میکنیم. این زمان به گفته مقامات آژانسی به ضد نمایندگان چند شرکتی هم پرونده باز کردند که از اگرو اینوست بانک قرض گرفتند و برخلاف عهده‌داری‌هایشان آن را برنگرداندند. رهبری اگرو اینوست بانک را مرادعلی علی مردانов نخست وزیر سابق تاجیکستان به عهده دارد. این بانک 5 سال پیش مثل چند بانک دیگر به بحران روبرو شد و تا حال نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری از 30% کاهش یافتن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به تاجیکستان گزارش داد. مقامات میگویند این پایان کار نیست و پیش بینی دارند تا پایان سال میزان سرمایه‌گذاری‌ها 40% کاهش یابد. کارشناسان میگویند بنابر برخورد ناسالم به سرمایه‌گذاری‌های روسیه و ایران، دیگر کشورها میل چندانی برای سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان را ندارند، با استثنای چین که به ثروت‌های زیرزمینی در تاجیکستان چشم انداخته است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی. کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی از ادامه وضع بحرانی کرونا ویروس نگران است. این کمیته از احتمال تا 50% کاهش یافتن سرمایه خارجی به تاجیکستان را پیشگویی می‌کند. ما طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری داریم که بیشتر آنها با جمهوری خلقی خیتای است، ولی همچنین می‌خواهم تاکید کنم که واقعاً ما انتظار داریم که سرمایه‌گذاری خارجی به تاجیکستان از 30 تا 50% کاهش می‌یابد. فاروق همرعلی‌زاده با تکیه به مواد پیشنهاد نموده نهادهای بین‌المللی مالیوی میگوید تخمین می‌شود که تا انتهای سال جاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 15 تا 40% کاهش یابد. بحران سرمایه‌گذاری خارجی سال آینده نیز ادامه کرده و تا 10% کم شدن آن پیش بینی می‌شود. این بحران به دنبال خود تأخیر اجرای طرح‌های مشترک با سرمایه‌گذاری خارجی را نیز در پی داشته است. در مورد عملشوی سازش‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی باید قید کرد که
онҳо бинобар сабаби паҳншавии сироятии COVID-19 дар ҷаҳон ва ҷорӣ гардидани маҳдудиятҳои вобаста ба ҳамлу нақл ва дар як қатор лоиҳаҳои мутахассисони онҳо наметавонанд ба ҷумҳурӣ ташриф оваранд ва таҷҳизоти заруриро таҳвил диҳанд, ки таъсири худро ба татбиқи лоиҳаҳои амалкунанда албатта расонида истодааст. дар зимн ҷаноби ҳамраализода гуфт интизор меравад ки қисми даромади буҷаи соли ояндаи тоҷикистон аз ҳисоби тарҳҳои муштараки сармоягузорӣ 1 миллиард сомонӣ коҳиш ёбад. дар маҷмӯъ бо назардошти вазъи пешомада қисми даромади буҷаи соли ояндаи тоҷикистон 3,7 миллиард сомонӣ кам карда шуд. интизор меравад коҳиши сармоягузорӣ мардуми кишварро ба афзоиши бекорӣ, даромади хонаводаҳо ва пасттар шудани сатҳи зиндагии қишри осебпазири ҷомеа рӯбарӯ кунад. چند هفته پیش پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از آفریدن واکسن بر ضد کووید 19 خبر دادند که به گفته آنها امن است و بدن را برای مقاومت به این بیماری آماده می کند. خبرنگاری صدای آمریکا با یکی از اختیاریان صحبت کرد که حاضر شد واکسن را در بدن خود آزمایش کند. گزارش را همکارم طاهری سفر تقدیم می کند. تمامی دنیا سعی دارد واکسن کارآمد برای مبارزه با کووید بیافرد. حالا کار سر 150 واکسن ادامه دارد. از این میان فقط کمتر از 10 تا را در انسان‌ها آزمایش کردند. یکی از آنها را دانشگاه آکسفورد آفریده است. برانکو ریتمن داوطلبانه در آزمایش واکسن شرکت می‌کند. من از دیگر راه‌ها در مبارزه با بیماری سهم گذاشتن نتوانستم، چون طبیب یا پرستار نیستم و در شفاخانه کار نمی‌کنم. واکسن یگانه راهی ممکن است که ما را به حیات معمولی برگرداند تا زندگیمان را با ویروس مطابق کنیم و اقتصادمان آسیب نبیند و آدمان را از هم جدا نکند. با اختیاریان 6 هفته پیش واکسن زدند و دائما صحتیشان را نظارت می‌کنند. من بعد یک ماه آزمایش خون دادم. آزمایش دیگر 3 هفته بعد می شود. بعد 6 ماه پس آزمایش می گیرند و 1 سال بعد هم. آنها می بینند که در خون من پادکن هست یا نه. بغیر از این هر هفته از مایات دماغم آزمایش می گیرند. یکی از جنبه‌های عجیبی آزمایش برای ریتمن این است که به بعضی‌ها نه واکسن بلکه حب معمولی می‌دهند. حب معمولی که با 50% اختیاریان دادند واکسن معمولی منینگیت است که در کودکی میگیریم. نمیدانم به من هم واکسن منینگیت دادن یا نه، ولی آن هم واکسن واقعی است و نمیدانم که به من همین واکسن را دادن یا واکسن کووید، ولی از من خواستند مثل کسی رفتار کنم که هیچ واکسن نگرفته است. تا کنون ریتمن هیچ عارضه‌ای در خود احساس نکرده است و از شرکت در آزمایش می‌فخرد. 6 ماه باز والدانم را ندیدم. آدمان زیادی هستند که اعضای کلانسال خانواده‌شان را ندیدند. از این رو باید کاری کرد که راه حل را یافت. سهم گرفتن در مبارزه وظیفه همه است. متخصصان میگویند ممکن است واکسن تا آخر امسال و یا اول سال آینده دسترسی عامه شود. یک گروه از ساکنان شهر ترسونزاده به حمایت از درختان سوزنبرگ نادر برخواستند که اکثریت زیر سایه‌های آن بزرگ شدند. زمین این موضع صاحب ملکی نو پیدا کرد که نیت دارد درختها را ریشه‌کن سازد. ساکنان میگویند سوزنبرگ‌ها نادر و کهنسال هستند و برای نگاه داشتن پاکیزگی هوای اطراف نقش فوق‌العاده مهم دارند. گزارش همکارانمان اسکندری فیروز و برات یوسفی از شهر ترسونزاده. این درختان سوزنبرگ در دهه انجبر شهر ترسونزاده را پافشاری و حمایت ساکنان فعلا از دندانهای اره صاحب ملکان نو حفظ کرده است. سوزنبرگ ها را در سالهای 50 قرن گذشته آزمایشگاه گرانپروری منطقه از روسیه آورده و برای سرسبزی اطراف آزمایشگاه پرورش کرده بودند. آزمایشگاه و پرورش روغن گیران در این منطقه از بین رفت و در سال 2009 این آزمایشگاه و زمین اطراف آن را در مزایده خصوصی کردند. اکو 3 کسبه تقسیم کرده آوردگی اینجا کی وای میکنیم خونه میسازیم گفته حجت به 60 درخت بریدن به رخصت هسته با چی همون 60 درخت 3000 سمونی به خریدگی بود از کویتانسی او شدیدیم. صاحب ملکان چند دفعه با اره های خودکار تلاش بریدن سوزنبرگ های بزرگسال را کردند،
аммо сокинони деҳа монеаи буридан шуданд. онҳо барои наҷоти ин дарахтон ва ҳифзи майдони атрофаш барои баргузории ҷашну маросимҳои мардуми деҳа ба раиси ҷумҳур, маҷлиси миллӣ ва додистонии кул муроҷиат карданд. Просто мы просим, чтобы нам оставили вот эту площадь. мо танҳо мехоҳем ин майдонча ва дарахтони атрофи онро бароямон боқӣ гузоранд ки мо шароите дошта бошем. мо на барои худамон, балки барои кӯдакон талош дорем. Мы для детей, не для себя стараемся. талоши мо барои пайдо кардани соҳибмулкон бенатиҷа буд. сокинон мегӯянд соҳибмулкон аз дигар деҳа ҳастанд. кумитаи ҳифзи муҳити зист мегӯяд ҳаққи додани иҷоза барои буридани дарахтони сӯзанбарги деҳаи анҷибарро надорад, зеро ин дарахтон дар замини хусусӣ гашта қарор доранд. аммо бо манзури шикояти сокинони деҳа ва манфиати дарахтон ба муҳити зист то ниҳоӣ шудани баҳси сокинон ва соҳибмулкон, кумитаи муҳити зист буридани дарахтони сӯзанбаргро ба таъхир гузоштааст. дарахтонро умуман набуранд ва буриш дарахтон дар сурати буриш шудан нисбати супорӣ шуд ки нисбати шахсоне ки мақсад барои буриш оғоз мекунанд нисбаташон тибқи талаботи кодекси қувваи маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешида шавад. шаҳри Турсунзода маҳалли ҷойгиршавии корхонаи Талко аз бузургтарин корхонаҳои тавлиди алюминий дар минтақа аст. ба манзури ҳимоят аз партовҳои ин корхона мавзӯи муҳити зист дар ин минтақа ҳасос аст ва сокинон вуҷуди табиати сердарахтро мояи ҳифозати сиҳатиашон аз партовҳои саноатӣ мешуморанд. шӯрои уламои тоҷикистон мегӯяд дар машварат бо нуҷумшиносони пажӯҳишгоҳи астрофизика дар тоҷикистон санаи иди қурбонро муайян карданд. қарор аст пайравони дини ислом ҷумъа 31 июл иди қурбонро таҷлил кунанд. аммо ба фарқ аз солҳои гузашта намози дастҷамъӣ ва идгардак бинобар хавфи сирояти коронавирус манъ шудааст. сокинон дар аҳди коронавирус чӣ гуна идро бояд ҷашн гиранд? гузориши телевизиони настоящее времяро ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод тақдим мекунад. عید قربان معمولاً با نماز دست جمعی شروع می شود ولی با سبب کرونا ویروس امسال نیست. حتمی بعد این نماز یعنی قربانی میکند. از بس که نماز در تمام مسجدهای جمهوری گذاشته نمی شود خب افضل و بهتر و خوبتر است. اگر که انجام میدهد یک ساعت بعدی آفتاب برآمدن هم قربانی رو حساب یعنی قبول است. روحانیان همچنین از ساکنان خواستند بنابر خف گسترش کرونا ویروس به مهمانی نروند و گفتند بهتر است عید قربان در دایره عائله جشن گرفته شود. فاتحه خواندن در سر گور نزدیکان توصیه شده است. خصوصا افرادی که مرده تازه دارن، یعنی افراد پدرشون گذشته یا که فرزنداشون یا مادرشون گذشتن، مردم ما عادتا میرن در اون خانه ها دعا میکنن، تعزیه بیان میکنن. مسئولان کمیته دین میگویند بستن مسجدها بیهوده نبود. 43 نفر از روحانیان و کارمندان کمیته دین به کووید 19 گرفتار شدند. کارمندان مرکز اسلامی 6 نفر مدیران بخش، 1 نفر از کارمندان بخش، 9 نفر سر متخصصین دین و 27 نفر خادمان دین رسمی به گرفتاری همین بیماری گردیدند. خوشبختانه اکثریت آنها شفا یافتند. بسیاری از روحانیان و خادمان دین هنگام خواندن جنازه ففتیدگان سرایت شدند. شام امروز در عربستان سعودی مراسم حج سال 2020 شروع می شود. بار اول است که در تاریخ معاصر جهان اسلام خارجیان نمی توانند به زیارت مکه و مدینه بیایند، زیرا به دلیل پاندمی کرونا ویروس عربستان سعودی حج امسال را اجازت نداد. مقامات سعودی دستور دادند که برای پیشگیری از سرایت کرونا ویروس به زائران کعبه را با محلول‌های ضد ویروسی پاک و یا دزینفکسیون کنند. امسال تنها 1000 نفر از خود عربستان سعودی و 70% خارجیان که در این کشور حق دارند حج کنند. 30% دیگری زائران از حساب طبیبان و پرستاران و ماموران امنیتی خواهند بود که از کرونا ویروس نو شفا یافتند. مقامات عربستان سعودی خواستند از این راه به آنها اظهار سپاس کنند. در موسم حج که روز 28 ایول شروع می شود و سالهای پیش تقریبا 2.5 میلیون نفر شرکت می کردند. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه ما با پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی می توانید مطالعه کنید. تا روزهای بعدی خدا نگهدارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.